شاگردای معلمای بانو چی خیلی ساز هستن؟ خوب اما خوب است. گوش کنه. معلمای خصوصیاتون است کو؟ یک مکتوبی عاشقانه با انگلیسی نوشته برده با خودک دادن در کار. ای سگرشو باور کنه شروع نری همین دانشگاه شما برای همتون یک هفته خودکی به پول میدیم. اکل لازم نبود خیر. بیا نپی کار میشه. بیا نویسم اکل. میگم شوکت جمعی بانو برابر لای نویسم 30 سال توقی نمیگیرم. سوپر. بله. اکنون نوبت شما رسید. این خودک رو به معلم جانتون برید. ایها. البته اینجا همه چیز برای یک شوکت است. هدی هر چیز برای شوکت برای بانو. یک کس برای همه. هر برای یک شوکت. یک هفته خودکی به پول فراموش نکنه. پس کار شد. قلبیت تمام برای جنبان. این دیوانه از معلمه پرتکبر را عاشق شده است. همون خودک سخت سلامت به معلمه بانو را ببره. بعد خودکی به پول خوب میبینه. تو چرا گپ رو نمیفهمی؟ چرا از خفای من میدوی؟ من از رنگ روی تو بیزورم. بینم صدقه عشق پاکی مکند خلابان کرد کنم با عوضی دوستداری من میخیل میکنی سله آتش عشقت را که در دلم سالهاست پرورش میکردم در یک لحظه پوفش کردی روی همه یاشی خاصی ها این رود شاله میقتی عاشقی ای خانم سلن دل مازی میکفه خدمت دارده میکشم آسیاب بنابت های نیکی مادر سمبوسه؟ سمبوسه شما از کجا دانستید که من سمبوسه فروشم؟ این رو بینیده ناممون به اروپا هم رفته است مایلشو اما من دکان رو محکم کردم اما اینجا حاضر نمیتونم سمبوسه فروش در اینجا. Excuse me, I love you. Yes? No? سمبوسه رو چیکار میکنید؟ قروتوخانه رو نشان دیم. در جایهای ما حاضر قروتو در ماده است. قروتو به مزه. فتیر شوربه. این تمام ملی ما است. گوش کن ای دختر. بیا رقم تلفن رو به من ده من بگو تو رو زنگ میزنم. به یک جای میبرم که باور که راحت میگنی چخیر؟ I don't understand what. One. Excuse me. نمبر تلفن من توی زنگه. نمبر تلفنه. No. Okay. Thank you. سری زردت پشمک شفتالو بریم با نو. بچه ها دور بسین. کوب بینین کنه همه ابله چیکار میکنه؟ اینا من در پیش ایستادم. پرونم. شوکت چی ایستاده شما دهانتان کشادگی؟ فران دین خدا زده را آشانش از سرش کنه. پرونه عشق بانو هست جوشن در تنم کسی او رو از شوکت جدا میکند قبرش رو میکند. شوکت اینجا بیا بیا شر بچه من بیا. شوکت تا حاضر در نظرم مهتابی برادر. چرا میگیری؟ من نمردم آی تو نمرده ای؟ البته نمردم شوکت یه درفت تو دیوانه شده ای شوکت. با من این کار رو کردی ها؟ من گمان کردم که تو مردی. من از گریه مردم تو باشی نمردی. من قلب تلخک کف شدم مردم بودم. نه نمردم شوکت. امشب پیش زهرا با خوزگوری میرویم چه خیلی من میمردم. برادرم من تو رو بسیار دوست میدارم دیگر تمام شوکت تمام بس کن بس تمام خیلی تمام. اگر یک بار دیگر بمیری تمام شوکت تمام بمیری دهان و بیلیت رو بشکنم فهمیدی؟ سفسطگویی رو بس کن من تازه نگیرم مردنی نیستم. بیا رفتیم دیوانه گریه نکن. من رو سختر سوندی. ارو اما جون در شلپت صدقه من مسلمانم تبي بكذال برودة. من
نکنید این گپا رو جناب پاپ. خودش چی گپ است؟ من باید تعجیلاً گناهایم رو تازه کنم. اگر دانی که دیروز چی کارها کردن، چی کارها. این مرک یک آدمی کلان پا دلوی گو رسیده سازرم گناه میکنی. برای درگان شرشر خط باشو گناه پاک میشه. بیاید رفته گناهایم رو تازه کنیم. بخشی شوکا من به چند لحظه شما فهموندم من مسلمان چوه من از اصل میتیز روم. جناب پاپ گپ رو دراز نمی کنم، کوتاه نخ می کنم. بیاید رویم، بیاید رفته گناهای من رو تازه کنیم. اما که شما حاضر برین از 4 روز دیگه گناه کنین مایلش بعد بیا میریم اگونجا میشیم همه گناه تا پاک میکنیم. رفتیم، بیا به کلیسا رفته گناهای من رو تازه کنیم. بیاید به کلیسا رویم، التماس میکنم. بیاید رفتیم. همون نت دست ها بگی ای برات قدم قربون برای قطعی همون یک کلیپ کن گناهات همش میریز. استاد یک سوال سرم رو گران کرد استاد امین خوراک یکم رو در خوراک دوم و خوراک دوم رو در خوراک یکم بخوری آیا جایز است یا نه استاد؟ پسرم چه سوال است؟ تو همین سوال ها میپرسی؟ آدمی عجیب هستی ها؟ استاد مثلا اول آش خوریم بعد شوربا جایز است؟ ای پسرم هر لقمه که میخوری بگو بسم الله، دیگر همش طوریه. خیر روز بخیر. خدا از شما راضی باشد استاد. مثل اوکی گوگل استه. کاری کردگی یک امنیتی کلان را ببین. شما احمد شمشک را جنایتکاری کلان گفته دستگیر کردید. من چیکار کردم که مرا دستگیر کرده گرفته آوردید؟ ای بچه من ای بالاتون در سود بین المللی شکایت میکنم. من گوش شوکتی به عقل در جای کار ما بسر مرا چه خیلی گم زدی استفاده میبرم در شما چون زدن نکی که یگان کسته میشوزد حیوان. فهمیدی لویندا؟ این را در کدام کینو تماشا کردی؟ چی وای مداری؟ ها؟ شرم نمیداری با در گردن من ریمین میبندی؟ ها؟ من به ترسگم طرف میخواه وای من نکن لینجا تا طرف من نلازم گوشا پیش بدران. مشکل ایوینت به حرمتی نکن. شوکت برای که بطلون فیراد میکنه. استغفر الله. شوکت قریب علوی چشم بگیرم اونی که نتونیست. بنفشه در بوره سنم با پدر و مادرم هیچ چیز نگو. من خودم اومده میفهمونم. حتما میگویم اومده جونادر رو از این دختر خلاص میکنن. هرگیز. جانی من همه رو سلامی بسیار برسان. با خسورم خوشتامانم بگو در حال اومده مرا خواستگاری کنن. البته میگویم. اکا با دقت باش. در امان خدا باشی خواهر جانی من. شما هم. کنی بیا راهی سفید. تو بازدید. کنی گذار. خیر. مرا گوش کن نمیکچه بعد سیوال جان نزدیک نشو وگرنه در همینجا بلوتوث هوی میکنم. چی گفتی؟ نفهمیدم. بلوتوث را هوی کردن به تو تاثیر نمیکرده است نه؟ شرایط داری؟ چیکار کردی؟ مگر آدم رو بسر میزنه؟ اینه بین چه بینیم خونوما. چیکار کردی ها؟ اگر خطا نفهم یک چی پرسم. سیوال جان به خدا خفم کرد. نخواد یک سوال سر سوال پرس. داملازیو با خانم زورو چرا فوتیا کردن؟ لوبوف؟ از بیرون این خیلی نمی نماید. همه عشق خودش پاید چیزی درونکیه. درونکی میسوزی میمری هیچ کس درکت نمیوه. داملا و زهرا هم درونکی میسوزند. موافق است نه؟ موافق؟ بله. کاش که مرا عاشق باشم. هجری مزهش رو بچش بسیار بالازت است. کانی دهانت را کشوده بخور که یخموز آب شده ایستاده است. پشیمان نمیشوی چون این لذت در یگان جا نیست. در حقیقت با لذت پسندم اومد. کانی هجری جان منتظرم. نوبتی تو است. تو هم از یخموزت مرا نمیخورانی مگر؟
با تو کرچه میزنی ها؟ مرد باشی بیا کنی بیا کنی بیا گوش شپر بیا کنی تو گوش شپر فراموش کردی من شاگرد جک چنم بیا کنی کجا میگریزی گوش شپر به خدا با شمال همه افتیده خوب هستی؟ خوبم بینیم خون نامد